السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، دیروز نواری را برای من نشان دادند که شخصیت یک چند مصرعی که من در موعظه ها خواندگی هستم اونها را از ما عیب گرفته است و یک تهمت در حق ما زده است که گویا این مصرع ها شرک و کفر باشند. البته اون مصرع هایی که من خواندم یکی از اونها از خیام و از سعدی و از مولانا و از حافظ است. در اصل این شخصیت هایی هستند که در عالم بشریت، در عالم انسانیت و خصوصا در عالم اسلام مشهور به عالم دین شناخته می شوند. هرگز این شخصیت ها یعنی سخن های شرک و کفر نمی گویند و از زبان حافظ برای این شخصیت ها جواب گفتنی هستم که از می فرمایند که چون شنیدی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نه جان من خطا اینجاست. برادر بزرگواری که در این مصرع ها برای از ما عیب گرفته ای، وقتی سخن دوستای خدا را، سخن عالم های دین شنیدی خطا نگو، سخن شناس نه. برادر عزیز، خودت معنا فهم نیستی، خودت این مصرع ها را، این یعنی جمله ها را نفهمیده، خطا در اینجا است. اکنون اون رباعی که اون مصرعی که شما عیب گرفتید، می بخور مصحف بسوز و آتش اندر کعبه زن، ساکنی بتخانه باش و مردم آزاری مکن، معناش این است برادر عزیز. معناش دلالت این را دارد که ای انسانی که امروز کاری تو مردم آزاری هست، وقتی مردم آزاری را برای خود درست میدانی، حلال میدانی، رو شراب نوشی هم بکن. شراب هم حکمش برابر همین حرام است. چی نوعی که یعنی مردم آزاری حرام است، شراب هم این حرام است. یا اینکه قرآن سوزانیدن، یا اینکه کعبه را آتش زدن، یا اینکه یعنی سکونت کردن، زندگی کردن در بتخانه، اینا همش حرام هستند در شریعت. این دلالت او را نداره که تو برای یعنی که شراب نوشی کن، قرآن آتش بزن، برای کعبه را بسوزان، یا اینکه برای در بتخانه زندگی کن. این دلالت نه. معناش این است که انسانی که امروز مردم آزاری را یعنی با دیدن ضرر و زیان در جامعه در خلق خدا درست میدانی، این کارها هم مثل همین ها هستند. چه نوعی که اینها گناه کبیره و معنی حرام هستند، این کار مردم آزاری هم این چنین حرام است برادر بزرگواری من. به این خاطر خواهش میکنم که شخصیت هایی که یعنی فقط من در اون یعنی نواری که اونها یعنی پهن کردن در دوام ثبتشون گذاشتن، فقط 55 ثانیه یعنی 55 سکند اون نوار گرفتن. دوام اون نوار یافته تماشا کنه. من گفتگی هستم در دوام اون که بالای هر انسان دو حق است، حق الله و حق العباد. حق الله عبادت و بندگی از انسان، یعنی که در برابر فرمان پروردگار چی کم بوده یکی کرد، الله رب العالمین بسیار بخشنده مهربان است. اگر از تحت دل توبه کنه، توبه نصوح کنه، خداوند هر نوع گناه غیر از شرک میبخشه. اما حق العباد بخشیده نمیشه. وقتی یک برادر آزار دادی، یک برادر خیانت کردی، تهمت کردی، طعنه زدی، چی نوعی که امروز فتنه انداختی، اینها از تو بخشیده نمیشه برادر بزرگوار من. تا اون برادرت حقش از تو نگذره، حقش نبخشه، الله رب العالمین حقی بنده هاش نمیبخشه. حقی خودش میبخشه. چی کم بودی در عبادت بندگیش کردی، اگر توبه کردی، الله رب العالمین حقی خودش میبخشه، اما حقی بنده هاش نمیبخشه. و این خاطر برادران بزرگوار من، این خیلی یعنی که ناحقی و ناعدلی هست که یک برادر مؤمن مسلمان نسبت به شرک و نسبت به کفر نسبت دادن. این خیلی گناه بزرگ است. و این خاطر خواهش میکنم که ابتدا اول شما حرکت کنید، معنای اون جمله ها را بفهمید. شما حال معنا فهم نیست، شما حال عبارتی خوب خوانده نمیتوانید، فتنه نه اندازید در جامعه. حرکت کن، میتونی از دستت میاد در خلق خدا خدمت کن، در خلق خدا یک نیکی و یاردم و فایده برسان. فتنه خیلی گناه بزرگ است. فتنه را خداوند در جای قرآن بدتر از قتل گفته است، از انسان، از آدم کشی. گناه فتنه یعنی بدتر است. یا اینکه جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن الفتنه نائمه لعن الله من ایقظها. فتنه یک چیزی خواب است، خدا لعنت کنه شخصیتی را که یک فتنه خواب و بیدار میکنه.
این جمله ها را در اصل بعضی برادرها گفتن که در این جمله داملا خطا کرده است. من هرگز این را برای خودم خطا نمیدونم. این گفتار دوستای خدا است، گفتاری یعنی اون عزیزهای خدا است. این خطا نیست، این معنای مجازی داره، معنای این را فهمیدن در کار است. یک چیز معناش نفهمیده انسان نباید که هر حکم کنه. برادران بزرگوار من، منظور و مقصد من برای جواب گفتن اون برادرها نبود، چون که اونها بی سواد هستند. منظور و مقصد من جواب گفتن برای این است که جامعه باید بدانند که این جمله ها خطا نیستند، این جمله ها نادرست نیستند. فقط این جمله ها را معناشو نفهمیدن در کار است. این برادرها گفتن که یعنی مولانا و سعدی و حافظ و خیام و دیگر از بزرگای دین گفتن اینها عالم نیستن، شاعر نیست، اینها شاعر هستند. برادران بزرگوار من، در عالم بودن این شخصیت ها هیچ یگان شخصیت تردید نداره، اینها عالم هستند. اینها مولانا یک مصرع داره در مثنویش، میگه ما ز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را با دیگران بگذاشتیم. میگه ما مغز قرآن یعنی معنای اصل قرآن از خود کرده هستیم. وقتی که اونها معنای قرآن نفهمیده باشند، اونها معنای حدیث نفهمیده باشند، برادر بزرگوار من شما خیلی دور هستیم. به همین خاطر خواهش میکنم شخصیت هایی که یعنی این جمله ها را جواب گفته، اول اینکه از خدا بترسه، یک برادر مؤمن و مسلمان نسبت به شرک و کفر نسبت نده، کافر نگویه، خیلی گناه بزرگ است. چند کافر شما در اسلام دعوت کرده، چند کافر مسلمان کرده که امروز یک برادر مسلمان و مؤمن خود را از یعنی که از اسلام بیرون میکنه، حکم به کفر و شرک میکنه. حرکت کنه. دین اسلام دین یعنی چی است؟ دین وحدت است. دین اسلام دین مهر و محبت است. دین اسلام دین شفقت است. دین اسلام دین کینه و نفرت نیست. اگر حسد داشته باشی مرحمت به شخصیت من حسد که من نباید ببین. چی در کار به اون عالم ها و به اون دوستای خدا کاردار شدن، چه خگی کردن. و این خاطر خواهش میکنم برادران که اگر مقصد شما اصلاح بود، مقصد شما اصلاح کردن بود، پیش از اصلاح کردن شما ابتدا جمله ها را جستجو میکرده از کی هست. امروز اینترنت هست، در اینترنت بزن تمام چیز جواب شما میبره که این جمله از کی است، کی گفته است و چه معنا گفته است. اما یک چیز شنیده برابر در حال یک جواب یعنی که ناعادلانه، یک جواب تهمت انگیز، تحقیر انگیز در حق یک برادر مؤمن و مسلمان کردن، خیلی این گناه بزرگ است. حدیث قدسی، حدیث صحیح است. الله رب العالمین گفتن من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب. هر شخصیتی که یک دوستی من و یک دوستی من دشمنی میکنه، من بازید او جنگ اعلان میکنم. یعنی خیلی گناه بزرگ است. شخصیتی که به دوستای خدا، به اهل علم ها یعنی بدبینی داری، اونها را همچون دشمن خدا میدانی، منتظر یعنی که جنگی به خدا باش، منتظر عذاب خدا باش، منتظر بلای خدا باش. دوستای خدا میفرمایند که کینه عالمان ز ایمان نیست، دشمن عالمان مسلمان نیست. یک اهل علم بد دیدن، یک شخصیتی که در جامعه در خلق خدا خدمت میکنه بد دیدن، از او کینه گرفتن، این خیلی نشانه نفاق است، نشانه فسق است، نشانه گمراهی است. نخواه که یک برادر مؤمن مسلمان انسانی قدر بد بینه، حتی که نسبت به شرک و کفر. امروز ببینه جامعه چقدر فساد است، جامعه چقدر رسوا است. یک انسان بی نماز به نماز دعوت کنه، یک انسان فاحشه را از فحش و از ناپاکی معن بداره، یک انسان شراب نوش از راه بد معن بداره. چی در کار یک انسان صالح، یک انسان عبادتگر عیب جستجو میکنه، فتنه می اندازه در جامعه و از خدا بترسه برادر، از خیلی گناه بزرگ است. خیلی این گناه نابخشیدنی است. اول اینکه من شما را حوالتون به خدا میکنم، به شما جواب گفتنی هم نیست. منظور و مقصد من از این جواب نامه به خاطر اون برادرها و دوستایی بودن که امروز یعنی از روی کم فهمی و نافهمی تشویش شده بودن که شاید گفتن داملا خطا کرد، سخنهای شرک و کفر گفت. این سخنها هرگز شرک و کفر نیستن برادران بزرگوار من. یعنی که شراب نوشیدن، قرآن آتش زدن، کعبه را سوزاندن، زندگی کردن در بتخانه، زندگی کردن معنای بت پرستی را نداره. اینها همش گناه کبیره هستند. انسان از این گناه، اگر گناهایی هستند که بین انسان و پروردگار هستند،
اگر انسان از این گناه ها توبه کنه، الله رب العالمین و شخصیت میبخشه. اما مردم آزاری مثل این برادرهایی که دل یک برادر پرسخون میکنن، غمگین میکنن، فتنه میاندازن، میخواهن عزت آبروی را از جامعه ببرن، این گناه خداوند از شما نمیبخشه. این گناه تا اون برادری که آزارش داده، تحقیرش کرده، در حقش سخنهای قبیح و بد گفته، تا اون برادر این گناه از شما نبخشه، گناه شما را خداوند نمیبخشه. برادر بزرگوار من، به این خاطر اگر منظور و مقصد شما از این نوار که های عبدالقادر انسانی یعنی به آبرو است، انسان مشهور است، امروز مردم به خاطر خدمت کردن در دینش او را احترام میکنن، گوش میکنن، منظور و مقصد شما از روی این نوار یعنی پول کار کردن باشه، والله قسم اون پول برای شما حرام است، اون درآمد برای شما حرام است. از خدا بترسید، این کارها را نکنید برادر بزرگوار من. اگر از روی سهو و خطا بود، از خدا بترسید، نزد خدا توبه کنید. اما قصداً از روی کینه باشه، من حواله شما را به الله میکنم، منتظر عذاب خدا، منتظر جواب الله رب العالمین باشه. مقصد من، منظور من یعنی در دین خدا، در خلق خدا، در ملت شریف و عزیزم خدمت کردن است برادران عزیزم. یگان مقصد و یگان یعنی نیتی غرض ندارم. به این خاطر خواهش میکنم که نسبت به یک برادر مؤمن مسلمان بدگمان نباشه، نسبت به یک برادر مؤمن مسلمان گفتار بد نداشته باشه. امروز ببینید چقدر گوینده ها کم است. امروز با عبدالقادر است که جرأت میکنه در منبر نشسته مردم نصیحت میکنه. امروز همه خاموشی را اختیاری کردن. به همین خاطر از خدا بترسید برادرای بزرگوار من، از خدا بترسید، در جامعه فتنه ناندازید، حرکت کنید. همیشه خواهان آرامی، خواهان آبادی، خواهان ترقیات، پیشرفت ملت و خلقی مسلمان باشید. همه شما را برادران بزرگوار من به خدا امانت میسپارم. شخصیت هایی که این نواری ما را تماشا کرده، همه شما را به خدا امانت میسپارم. برادرای مسافر و مهاجر من، خداوند بزرگوار شما را در حفظ امانش نگه بداره. خداوند همیشه سربلند، سعادتمند، خوشحال و خوشبخت باشه. خداوند هرگز خاری را نبینه از این وباها، از این دردهای تبابت نشانده که امروز در جامعه زیاد است. خداوند شما را نگه بدارد و پروردگار بزرگوار از این فتنه ها کل مؤمن ها و مسلمان ها را در حفظ امانش نگه بدارد. شما هم باشه برادر عزیز، از چنین فتنه ها در حق ما دعا کنید که خداوند بزرگوار ما را از این فتنه ها نگهبان باشد و خداوند اون برادرهایی که در حق ما تهمت کردند، خداوند اونها را توفیق عبادت و بندگی را براشون نصیب بگرداند. خداوند دلهای اونها را از کینه و حسد، از بدبینی صاف و پاکیزه بگرداند. باقی همه در امان الله باشه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.